سلام بچه‌ها، چطورین؟ همونجور که میدونی من ساقی هستم و اومدم با یه ویدیو دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب تو این ویدیو میخوایم مشکل نصف دوستامون رو حل کنیم، مشکلی که نمیتونستن از این اینستاگرام چیزی دانلود کنن. اومدیم به راحتی این کار رو انجام بدیم بدون معطلی. بزنید بریم سراغ ویدیو. خب اینستاگرام رو باز میکنیم. مثلا من میخوام این پست رو دانلود کنم. برای شما که با موبایل یا آیپدین این گزینه رو میزنین. این قسمت یک کپی لینک هست، تو این قسمت کپی لینک رو میزنین و برای من که با کامپیوترم باید بیام اینجا کپی رو میزنم، میام تو گوگل. خب میزنیم خب لینک رو کپی میکنیم، پیستش میکنیم، دانلود رو میزنیم، چند ثانیه صبر میکنیم. خب دیدین که پست آورد بالا، این کپشنش، اینم خود پسته. حالا چون اینترنت من ضعیفه یکم طول میکشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و برای دوستاتونم بفرستید و اگه تا الان ساب نکردین حتما ساب کنید و زنگوله بغلم بزنید. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.